ایران در مسیر دستیابی به یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهان قرار داره. پس از نهایی شدن خرید جنگنده‌های سوخو 35 از روسیه، همکنون گزارش‌هایی از رسانه‌های روسی منتشر شده که نشون میده مذاکراتی برای خرید جنگنده‌های نسل پنجم سوخو 57 در جریانه. ورود این جنگنده به نیرو هوایی ایران میتونه تحولات اساسی رو در توان رزمی کشور ایجاد بکنه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا در رابطه با خبرها و اطلاعات نظامی که از دیروز پیروز تا حالا کلی فضای مجازی رو منفجر کرده، از اینکه آیا امریکا ایران رو میخواد بمبارون بکنه یا نه، هم میخوایم در رابطه با این موضوع توی این ویدیو صحبت بکنیم و یه سری وسایل نظامی که توی این چند روزه ایران اومده ازشون رونمایی کرده. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید که خبرهای فوق العاده مهمی براتون دارم. سلام بچه‌ها، چطور مطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. رفقا ممنونتون میشم همین اولی کارم یه لایک خوشگل بندازید پای ویدیو و تو قسمت کامنت ها کامنت واسمون بذارید که از بین بچه‌ای که چنلمون رو ساب میکنن، ویدیومون رو لایک میکنن و برامون کامنت میذارن، به قید قرعه میخوایم یه قرعه کشی بکنیم و $100 جایزه بدیم و بچه‌ای که دارن از همین اولی کار توی ویدیوها مشارکت میکنن، شانسشون برای برنده شدن اون $100 داره هی بیشتر و بیشتر میشه. دمتون گرم. بدون معطلی بزنیم بریم سراغ اصل ماجرامون. خب ورود این جنگنده به نیرو هوایی ایران میتونه تحولات اساسی رو توی توان رزمی کشور ایجاد بکنه، همونجوری که بهتون گفتم، و اما موازنه قدرت در منطقه رو تغییر بده. شکوه 57 پیشرفته ترین جنگنده چند منظوره روسیه است که به عنوان یک جنگنده نسل پنجم با قابلیت‌های بی‌نظیر طراحی شده. این که از فناوری‌های رادارگریزی مثل سامانه‌های جنگ الکترونیک و موتورهای رادار در اون ازش استفاده شده، توانایی اجرای مأموریت‌های پیچیده تهاجمی و دفاعی رو داره. در رقابت با جنگنده‌های همچون F-35 و F-22، سوخو 57 میتونه به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای هر نیرو هوایی مدرن محسوب بشه. بر اساس گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌های روسی مانند راشاتودی، حالا اگه تلفظش رو درست بگم، منتشر شده دیروز، ایران در حال بررسی امکان خرید 6 تا 12 فروند از این جنگنده است. برخی منابع نزدیک به وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کردند که صادرات این جنگنده به ایران یکی از گزینه بیشینه روی دست مسکو بوده و مذاکراتی در این زمینه در جریانه. این خبر در حالی منتشر شده که روابط دفاعی ایران و روسیه در سالهای اخیر به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و قراردادهای نظامی بزرگی میان دو کشور امضا شده. ورود جنگنده‌های نسل پنجم به نیرو هوایی ایران میتونه یک تغییر بنیادی در توان بازدارندگی کشور ایجاد بکنه. این جنگنده با توانایی انجام مأموریت‌های رهگیری حملات دقیق مثل مقابله با تهدیدات هوایی پیشرفته و توانایی انجام مأموریت‌ها و توانایی انجام عملیات‌ها در محیط‌های جنگ الکترونیک میتونه جایگاه ایران رو در معادلات نظامی منطقه به شکل چشمگیری تقویت بکنه. دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هم این جنگنده هست که اون رو از بقیه جنگنده‌های موجود در منطقه متمایز میکنه. این جنگنده با طراحی خاص بدنه و استفاده از مواد جاذبه امواج راداری دارای سطح مقطع راداری بسیار کمی هستش که اون رو به یکی از پیشرفته ترین جنگنده‌های رادارگریز جهان تبدیل میکنه. همچنین موتورهای قدرتمند این جنگنده توانایی مانورهای پیچیده‌ای رو فراهم میکنه که در نبردهای هوایی یک برتری تاکتیکی به نظر میرسه. سوخو 57 قادره که موشک‌های پیشرفته هوا به هوا رو و موشک‌های ضد کشتی و بمب‌های هدایت شونده رو حمل بکنه و در مأموریت‌های تهاجمی و دفاعی عملکردی فراتر از تمامی جنگنده‌های موجود در خاورمیانه رو ارائه بده. تحلیلگران نظامی بر این باورند که خرید سوخو 57 از سوی ایران میتونه پیامدهای گسترده‌ای در سطح منطقه و حتی جهان داشته باشه. پایگاه تحلیلی نشنال اینترست در گزارشی اعلام کرد که ورود این جنگنده به ایران میتونه تهدید جدی برای برتری هوایی به ایالات متحده و متحدانش در خاورمیانه باشه و یه زنگ خطری برای امریکا و خلاصه کشورهای دوست و همسایش میشه گفت این آلارم رو به صدا در آورده. این در حالیه که در پایگاه‌های تحلیلی دبکا فایل
به تحلیل امنیتی اسرائیل میشه گفتش که نزدیک شده و گزارش‌هایی داده شده که اگر ایران به این جنگنده دست پیدا بکنه، توانایی نیرو هوایی اسرائیل در انجام مأموریت‌های هوایی علیه ایران به شدت محدود خواهد شد. گزارش‌هایی که از سوی رسانه‌های غربی منتشر شده نشون میده که مذاکرات میان ایران و روسیه در زمینه خرید سوخو 57 به طور جدی در حال پیگیریه. باز دوباره تو این میان چند تا منابع خبری اومدن اعلام کردن که ایران قصد داره در آینده نزدیک چندین جنگنده نسل پنجم رو وارد ناوگان هوایی خودش بکنه و روسیه گزینه اصلی برای خرید خواهد بود. در صورت تخریب این قرارداد، نیرو هوایی ایران پس از دهه‌ها به یک جنگنده نسل پنجم مجهز خواهد شد که این جنگنده با قابلیت‌های پیشرفته خود میتونه در کنار جنگنده‌های سوخو 35 که اخیراً خریداری شده یک ساختار کاملا جدی برای نیرو هوایی کشور ایجاد بکنه و قدرت بازدارندگی ایران را به سطحی برسونه که تا حالا بی سابقه بوده. با این حال هنوز هیچ مقام رسمی توی ایران یا حتی توی روسیه این قرارداد رو تایید نکرده. منابع نزدیک به کرملین اعلام کردند که تصمیم گیری درباره صادرات این جنگنده به ایران بستگی به توافقات نظامی میان دو کشور داره و مذاکرات همچنان در حال انجامه. اگر این قرارداد نهایی بشه، ایران یکی از کشورهای جهان خواهد شد که به جنگنده نسل پنجم دست پیدا کرده. اما آیا این جنگنده ها به زودی وارد آسمان ایران خواهد شد یا نه؟ و ورود این جنگنده های نسل پنجم سوخو 57 به ایران معادلات نظامی منطقه رو تغییر خواهد داد یا نه؟ این سوالی که حتما تو قسمت کامنت ها واسمون بنویسید و اینکه دوست دارم که نظرات شما رو بخونم در رابطه با این موضوع. به نظر من که همچین توافقاتی بچه‌ها انجام میشه و تا چند ماه آینده هم یه درگیری حالا میشه گفتش که جهانی داریم و با توجه به این تنش‌هایی که داره توی مسائل خاورمیانه به وجود میاد، میشه گفتش که قطعاً یه درگیری نظامی هرچند کوچیکی رو ما میتونیم داشته باشیم توی چند ماه آینده. پس حتما یادتون نره که چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو روشن بکنید که از اخبارهای نظامی جزو اولین نفرها با خبر بشید. و دمتون میگم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. یادتون نره روی این ویدیویی که روی صفحه بهتون نمایش داده میشه کلیک بکنید. توی این ویدیو با هم دیگه یه دونه از وسایل نظامی که دقیقاً همین پیروز ایران ازش اومد رونمایی کرد به خاطر درگیری که توی چند ماه آینده داریم، ایران داره به شدت خودش رو میشه گفتش که آماده میکنه برای اون درگیری و جنگ. حتما روی این ویدیو کلیک بکنید و ویدیو رو تماشا بکنید که با هم دیگه 0 تا 100 این اطلاعات رو در رابطه با این وسیله نظامی که ایران رونمایی کرده توی 2 روز گذشته رو با هم دیگه بررسی کرد.